بریم سراغ پیشبازی رئال مادرید و اسپانیول و صحبت کوتاهی بکنیم راجع به نکات کلیدی و حساس بازی رئال مادرید و آخرین اخبار قبل از بازی رئال مادرید رو بررسی بکنیم. این بازی یکی از حساس ترین بازی‌های رئاله، چون که الان اسپانیول بدجور رو دوره برده و خیلی بازیکناش رو فرمن و اصلا برعکس چیزی که خیلی از ما تصور میکنیم اصلا حریف آسونی نیستش. رئال هم برای اینکه صدرنشینی خودش رو حفظ بکنه و اون اختلاف امتیاز خودش رو با بارسا نگه داره محکوم به برده، باید حتما این بازی رو ببره و در حالی وارد این بازی میشه رئال مادرید که 2 تا غایب خیلی مهمم داره و با این تقویم فشرده‌ای که بازی‌های رئال مادرید داره ممکنه ژابی آلونسو یه ترکیبی رو بچینه که همه ما رو سورپرایز بکنه، مثل قبلا که بارها این کارو کرده. من خودم یه دونه ترکیب پیشنهادی دارم که در آخر ویدیو به شما میگم که ممکنه شما خیلی سورپرایز بشید. حالا بریم شرایط اسپانیول رو توی این 4 هفته لالیگا بررسی بکنیم. اسپانیول هفته اول توی لالیگا اولین سورپرایز لیگو انجام داده. اینجاست اسپانیول توی این 4 تا بازی که انجام داده میانگین 40% مالک توپ بوده، یعنی تیمیه که مالکیت رو به تیم حریف میده. حالا چجوری تونسته 8 گل بزنه؟ این نشون میده که توپو میده به حریف اما چشم میدوزه به ضد حمله و توی ضد حملات زهر خودش رو به تیم حریف میرسونه. و اینکه این تیم عاشق سانتر کردن از جناحینه و بازی فیزیکی رو عاشقشن، یعنی اینکه خطا میکنن رو مخ بازیکن‌ها راه میرن، وقت تلف میکنن، خودشون رو زمین میندازن، پس خدا نکنه که جلو بیفتن دیگه، اون وقت کار میفته دست خدا. اما طبق آمار بتیس میاد که مثل 90% تیمای لالیگایی جلوی رئال مادرید دفاع بکنه، اما مایورکا به اندازه کافی موقعیت به تیم ما میده که بهشون گل بزنیم، چون تا الان 5 تا گل خورده، خوب نمیتونه دفاع بکنه این تیم. حالا شرایط تیم خودمون هم یه بررسی بکنیم. خط دفاع با این که اون کارت قرمزش بخشیده میشه اما هنوز یه جلسه محرومه و به این بازی نمیرسه و آرنولد هم 8 هفته به خاطر مصدومیت همسترینگش غایبه و امیدوارم خوبی هم وجود داره اینجا که بیلینگام و کاماوینگا بالاخره برگشتن و شرایط بازی رو احتمالاً دارن و ممکنه بهشون دقیقاً برسه. حالا با توجه به تقویم فشرده‌ای که رئال مادرید داره، ژاوی احتمالاً ترکیبش رو توی این بازی عوض میکنه. توی نبود آرنولد شاید کاراواخال هم استراحت بکنه چون بازیکن خیلی مهمیه و فد والورده یا آسنسیو ممکنه دفاع راست بازی بکنن، چون برای بازی بزرگتر مثل یوونتوس و اتلتیکو و بارسا ما به کاراواخال نیاز داریم. از اون ورم ممکنه فران گارسیا سمت چپ بازی بکنه تا بخواد به کار راست هم یه استراحتی بده. و حالا بزرگترین سوال اینجا پیش میاد که ژابی آلونسو وینیسیوس رو میذاره وینگر چپ یا رودریگو رو. به نظر من وینیسیوس چون فرمش افت کرده و رودریگو بازی‌های قابل قبولی رو انجام داده و شرایط خوبی داره نسبت به وینیسیوس، ممکنه ژابی آلونسو رودریگو رو به وینیسیوس ترجیح بده. و کلید این بازی اینه که نیمه اول کار باید تموم بکنیم تا به بازیکن‌های اصلیمون توی نیمه دوم استراحت بدیم و بتونیم بیلینگام و کاماوینگا رو توی دقایقی توی یه بازی کم فشار داشته باشیم و بتونن آروم آروم به شرایط بازی برگردن. چیزی که مهمه ما باید حتما سمتیاز این بازی رو بگیریم و باید با اقتدار ببریم، باید پرگل ببریم تا از فشاری که روی تیمه برداشته بشه. و اما ترکیب احتمالی از نظر من اینجوریه که تیم کورتوا که شکی توشش حتما باید توی دروازه باشه، دفاع چپ فران گارسیا باید باشه، دفاع وسط میلیتائو و آسنسیو و دفاع راست هم فد والورده باید باشه. هافبکامون هم شوامنی که 100%، گولر و سبایوس باید باشن. وینگر راستمون هم ماستانتونو، وینگر چپمون رودریگو و نوک حملمون هم که کسی شک نداره دیگه باید امباپه باشه. و به نظر من دقیقه 70-80 بازی اگه بیلینگام و کاماوینگا شرایط بازی رو داشتن بیان داخل و یه بازی انجام بدن تا به شرایط بازی برگردن. به نظر من این ترکیب میتونه اسپانیول رو ببره. حالا شما میتونید نظر خودتون رو بگید که به نظر شما باید ژابی آلونسو به وینیسیوس بازی بده یا رودریگو و ترکیب ایدال از نظر شما حالا چیه؟ حتما توی کامنت ها نظرتون رو برام بنویسید و نظر شما رو حتما توی ویدیوهای بعدی میخونم.